این هفته خبر تو خبر داره براتون از امام جمعه های نظام که قاط زدن و نمیدونن بین وضعیت دو قطبی نظام و حرفای مجتبی باید چی کار کنن. شرایطی که پیش میاد برای کشور باید مواظب باشیم باعث دو قطبی بین ما نشه، دو دسته بشن، یه دی موافق یه دی مخالف. ببینیم رهبر معظم چه فرمودن بنده علی اصول نظر دیگری داشتن. مجتبی میخواست روی تخت ولایت بشینه و یه خودی نشون بده، اما به این روز افتاد. بعد از اون بود که مداحان ولایت هم دست به کار شدن و برای عظما نوحه علل اصول خوندن. علل اصول با دشمن حق می جنگیم، علل اصول با دشمن حق می جنگیم، علل اصول تحت یک لوا هم رنگیم، علل اصول دستای همو می گیریم، علل اصول ما واسه وطن می میریم، علل اصول ما واسه. این یکی هم اینطوری برای باند رقیب خط و نشون کشید. خیلی بیانیه امشب آقا تلخ بود. دیشب گفتم من خیلی عصبانی هستی فلان هستی، نه هیچی نگو، من هیچی نمیگم الان. انشالله امشب فکرامون بکن، مشورتون بکن. فقط یه چیزی میگم، اون آقامونو همینجوری انقدر قریب گذاشتین تا پیرش کردین، بعدم تو خرابه ها ولش کردین زیر بمبارون. این یکی رو نمیذاریم ما. این همه حرف خیلی تلخ بود، کوتاه. کار به جایی رسید که مخالفت با توافقنامه خودش ترجیبند نوحه شد. اسم رهبر ما مخالف با تفاهم، اسم رهبر ما مخالف با تفاهم نامه‌ای جان کفان. یه بار دیگه بگید یاری ما چه یارانه، ما چه یاران سلیمانی حاجی زاده ای، ما چه یاران سلیمانی حاجی زاده ای، جان به کف آماده ای، جان به کف آماده ای. خلاصه که میخواستن خیلی بی سر و صدا از مذاکرات عبور کنن، اما همون اولش کله پا شدن. کارشناساشون هم گفتن شما که میخواستید برید مذاکره چرا با ظریف نرفتید؟ اگر بناس بریم با آمریکا ببندیم، با کوتوله سیاسی که بعضن الان دیده میشه، طرف برای اولین بارش بوده رفته اسلام آباد، آقای دکتری زدی یه بچه‌ای برداشتن بردن اسلام آباد که بساز بفروشه، کارش بساز بفروش و پاساژداری ایناست، نمیدونم چجوری شده جزء تیم مذاکره کننده، رفته برگشته مصاحبه کرده، میگه که من اونجا رفتم فهمیدم ایرانی‌ها راست میگفتن، قبلش فکر می‌کردم آمریکایی‌ها راست میگفتن، رفتم اونجا فهمیدم ایرانی‌ها راست میگن. من معتقدم اگر قرار با آمریکا ببندیم حتما ظریف ارجحه بر این آقایون که میخوام برن اونجا تازه تجربه کنن که ایران راست میگه آمریکا راست میگه. انگار آقا از آسمون نازل شده، قطب عالم امکانه، مذاکرات اسلام آباد رو ترتیب داده بودیم، اینم برده بودیم اونجا که به ایشون ثابت کنیم که ایران راست میگه آمریکا دروغ میگه. بعدم رفتن سراغ هوش مصنوعی و از این کلیپ‌ها درست کردن. شما غلط میکنی برای جمهوری اسلامی ایران نسخه میپیچی آقای زنی. دشمنی که رهبر منو شهید کرده، دشمنی که اینقدر احترامی به ایران کرده، میخوایم یه ارتباطش آمریکا با ما خوب شه. غلط میکنی حرف بزن.
اینطوری بود که صندلی از زیر پای هیئت مذاکره کننده کشیده شد. از اون طرف یه عده برادر زن خامنه ای رو آوردن که بگه عظما موافق رابطه با آمریکا بوده. ازشون سوال کردم که آیا واقعا شما به طور مطلق مخالف مذاکره هستید با آمریکا؟ ایشون خیلی صریح فهمیدن که من نه تنها با مذاکره با آمریکا موافقم، بلکه با برقراری روابط با آمریکا خیلی موافقم. منتها یک شرط داره، امریکا از موضع محترمانه با ما برخورد بکنه. و فهمیدن که من اگر مطمئن بشم که امریکایی‌ها بر اساس احترام متقابل با ما میخوان صحبت بکنن، ما مذاکره میکنیم، روابط هم خواهیم. باند رقیبم این کلیپ از حرفای عظمای 2 دوزه باز رو منتشر کرد. اونی که اون ظاهرسازا بودن اونجوری عمل کردن با ما. اینا که آدمای وقیه، متحتک، پرروی، صریح، شمشیر از روبندن، با اینا چه مذاکره؟ چه؟ اصلا معنی نداره. آقای رئیس جمهور که هیچ، وزیر خارجه و عناصر وزارت خارجه هم همینجور، هیچ معنی نداره با اینا مذاکره کردن. اینا چرخش مداری های عظما ته خط با چنین صحنه‌ای مواجه شد. زرشکیان هم که دید تنور داغه اینطوری به سپاه لگد زد. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به هوافضای سپاه تا بتونه خودش رو تجهیز کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمیتونستن بجنگن. مداح عمامه‌دار عظما هم یقه زرشکیان رو گرفت و مذاکره‌چی ها رو سکه یه پول کرد. شما دیدید دیگه الان رئیس جمهور محترم چی گفتن؟ تصریح میکنه ما نمیتونیم کشور رو با این شیوه اداره بکنیم. این عکسی که گرفته شد یکی از قاب‌های مهم تاریخ بود که ما هنوز امام المسلمین رو دفن نکردیم، تشییع نکردیم. با قاتل امام المسلمین میشینیم تفاهم میکنیم، این طرف قاتل امام المسلمین امضا میکنه، این طرف ما امضا میکنیم. تفاهم بر سر چی؟ این که اینطوری گفت دیگه تکلیف بسیجی ها روشنه. چند ثانیه صحبت های آقای پزشکیان رو بشنوید. چی میگه؟ میگه جنگیدید پای لرزشم بمونید. یعنی ما رفتیم انگار جنگیدیم، خوش جنگ طلب بودیم، رفتیم جنگیدیم، حالا باید پای لرزشم بمونیم. اول اینکه ما نرفتیم به جنگیم. آقای پزشکیان مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران اینجوری صحبت میکنه، من بابت بزنم تو سر خودم به حضرت عباس. مجتبی تو پیامش همه چی رو انداخت گردن پزشکیان، اما حکایت بالا رفتن پزشکیان حکایت کله شدن این بابا بود. کار به جایی رسید که صدای مجریای تیویریش هم در اومد و تو برنامه هاشون از این روزه ها خوندن. میگه طبق این بند از این پس در ایران شعار مرگ بر آمریکا و یا سوزاندن پرچم آمریکا و زیر پا گذاشتن آن ممنوع است، چون ناقض این تفاهم است و اگر کسی مبادرت به این عمل کند دادستانی موظف است به عنوان اقدام علیه امنیت ملی او را تحت تعقیب قرار دهد. فقط تحت تعقیب؟ دستگیر کنه همینجا محاکمه کنه؟ به نظر من مثلا اصلا تحویل آمریکا بدی، بفرسته گوانتانامو به جرم مرگ بر آمریکا گفتن. بند دوم تفاهم رو نقض کرده، پا گذاشته رو پرچم آمریکا. یعنی ببینید اینجوری ان غربگراها، غرب زده ها اینجوری ان. بسیجی های ریزشی هم گفتن تعارف و این حرفا رو بذارید کنار، نظام تو این وضعیت هیچ غلطی نمیتونه بکنه. در 40 روز گذشته طبق گزارش‌هایی که رسانه‌های دنیا دادن یه بشکه نفت نتونسته ایران بفروشه و تنگه هرمز در واقع یه بومرنگی شده که
برگشته تو صورت خودمون. شما فکر میکنیم مثلا ما در موضع قدرتیم و اصلا چرا باید آتش بس، چرا باید اصلا تنگه رو باز میکردیم، چرا چیزای دیگه. یعنی سری واقعیاتی تو کشور وجود داره. واقعیت اینه که ما هیچ چیز نظامی که بتونیم این محاصره رو بشکنیم نداریم. یه آرمانخواهی کوری از دید من علامه پیدا کرده که تلقیش کلا اینه که ما الان رو قله ایم و رو اوجیم کلا، و با این مبنای رو اوجیم و رو قله ایم میگه آقا اصلا چرا آتش بس کردید، چرا توافق کردید، ما داشتیم چیکار می‌کردیم، بعد ترامپو چیز کنیم، انتقام بگیریم، بعد چیکار کنیم. اینا که یه سری واقعیاتی هم در رو زمین وجود داره که مثلا ما مطلقا اصلا امکان انتقام گرفتن به لحاظ نظامی دفاعی الان نداریم، هیچی نداریم. به این ترتیب مشتی که نظام میخواست بزنه هم به چنین سرنوشتی دچار شد. خبر تو خبر. مشنگستان این هفته رو با خاطری از گیجبازی‌های عظما شروع میکنیم. فهمیدن که شما برگشتی از سوریه، به من پیغام بده، من یه چیزی برای شما گذاشتم کنار. آقا منو میگی؟ بال در آوردم خدایا. ما رفتیم سوریه. برگشتیم و با آقا مصباح گفتم که آقا مصباح شهید عزیز دل ما، آقا مصباح داماد حضرت آقا. بعد به آقا مصباح گفتم من اومدم. گفت جریان چیه؟ گفتم آقا فرمودن برگشتی خبر بده. بعد آقا مصباح فردا گفت به آقا گفتن که یادم نمیاد. گفتم آقا خودتون گفتین. آقا 2 ماه گذشت و من یکی از بچه‌ها رو فرستادم یه واسطه دیگه. گفتم رفتی خدمت آقا اینو بگو. این اومد گفتش که آقا فرمودن که بله 2 ماه قبلم آقا میثم گفت، منم اون موقع گفتم که یادم نمیاد. هیچی. اینم از کرامات بنده است. هیچ اتفاقی نیفتاد. نه دیگه آقا یادشون نبود. زرشکیان هم که رفته بود پاکستان طبق معمول از این مسخره بازی‌ها در آورد. بعدم رفت تو مراسم افتتاحیه نمادین شرکت کرد، اما ولکن بیل نبود و سوژه جوکا شد. اینم یکی از جوکایی که تو مجازی براش درست کردن. این کارا دیگه دورش گذشته، الان دوره فرو ریختن دیوارای نظامه. بقیه کارشناسای نظام هم قاطی کردن و هر کدوم یه روزه‌ای میخونن. میگم خودشون میدونن چی به چی. گفتی همه فهمیدن دیگه. یکی بیاد بگه مردم کف خیابون راند خورن، اون یکی بیاد بگه بدوید بیاید، اونی که مزاحم همتون بود دیگه نیست. آقا چقدر این رذالت آمیزه. بابا 100 روز ما هنوز پیکر این آدمو تشریح نکردیم، اصلا صحبتش میشه جیگر آدم کباب میشه. بعد تو لعنتی که این حرفو میزنی بیشترین منفعت رو از این ساختاری که ایشون درست کرده و در دانشگاه‌ها پچیز کرده گسترش داده شما بردی. اینا دیگه اونایی که باید بدانن میدانن، که بعد بشینی بگی جمشید اون دیگه نیست. بیایید. این هم از بزبز قندی که اوقاتش بد جوری تلخه. توف برو روزگاری که بزنن اینا رهبر رو و بعد باز بگیم که از صلح با آمریکا صحبت کنیم. حالا داستان شروط 10گانه توافق به نوحه هاشون هم سرایت کرده. مدیری که ضد شرط امام ما گذشتی، چند شرط از خیش گفتی و از آن حتی گذشتی. نقض آتش بس 1000 بار شد اما گذشتی بر توافق با خس پیمان شکن اصرار. هرگز مردم مبعوث یعنی جامعه
زهریم. حالا که تا اینجا اومدیم این طنز کوتاه رو هم ببینید که نمونه شماتیک از وضعیت رژیم توی سوئیسه. پولا رو بیاریم ما بشماریم که جلو بیافتیم. کدوم پول؟ همون 30 میلیارد دیگه. پولو که الان تقدیمتون نمی‌کنی. روزی چی؟ آقا نه اجازه بدید سلام عرض میکنم خدمت شما قربان. ببینید الان شما الان واقعا دی میشه. ببخشید شما با منی؟ با کیم؟ من اصلا متوجه منظورتون نشدم. خب ببینید منظور منه اگه متوجه نشده خواهش میکنم بلند شو زر زری بکن که منظور منه متوجه بشه. نه اصلا آره ببینید خب آقا بلد نیستی خود زر یه لحظه آقا تشریف میاره بیرون ما با همین صحبت بکنم. این هم یک طنز منتشر شده توی فضای مجازی که سوالشه که اصلا مجتبی در کار هست یا نه. بیت آقا بی ولی شد کت خدایی هست یا نه، نیست معلوم توی یخچال دست و پایی هست یا نه، رهبری ارسی شد و گویند فرزندش ولی شد، زان پسر هم هیچ ویسی یا صدایی هست یا نه. ای بسیجی کیست حالا راهبر، بعد از آن آقا که دود شد پشت پرده کیست سر، هر کسی گوید من رابطا مشتبا، پشت پرده کیست آنجا مشتبایی هست یا نه. سخت میسوزد همه جای نظام و واسه امت، چسب زخمی یا پمادی یا دوا